سلام، من آتیم. چی باید بگم؟ واقعیتش اینه که ورزشکارم. اگه بخوام خودم معرفی کنم 16 سال سابقه تدریس شنا و بدنسازی دارم. یه پلتفرم ورزشی، ورزشگاه استقامتی. چون ورزش کانسپت زندگی خودم رو تغییر داده. چرا ورزش چرا نکنیم؟ دویدن، دوچرخه سواری، شنا کردن، کوهنوردی، آتیرون چون به معنی چی میشه؟ برای من آیرون معنی استقامت و صلابت و قدرت، یه معنی خاص تو زندگی میدم. اولین ایونتمون یه ایونت خیلی ساده سبک که همه بتونن شرکت کنن. حتی لازم نیست که حتما ورزشی باشین، قراره که ورزشکار بشین. اصلا قضیه همینه، قراره که دوستای جدید پیدا کنیم، قراره که فعلا توی سیدنی دور هم جمع شیم، مخصوصا آخر هفته یک کامیونیتی جدید ایجاد کنیم که ورزشی تفریحی، همش مجانیه. مهمون من، اولین عیدتون با من، نوروز ران. فقط لطفا توی سایت، توی یوتیوب، توی اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو کنید. میبینمتون.